موضوع امروز ما خب راجع به فروش توهم هست، یه موضوع خیلی مهمی که به نظرم اگر یه میز بزرگی در دنیا بذاریم و توهم رو روش بذاریم و دورش صندلی‌های متنوع بچینیم، از هر تخصصی میتونه رو اون صندلیه بشینه و راجع به توهم صحبت کنه. در جامعه مدرن به دلیل پیچیدگی بسیار زیادی که داره به حیث ساختاری، پاسخ‌ها به شدت متعدده. پاسخ‌ها به این سوال زندگی خوب چیست؟ ولی نکته اساسی اینه که به دلیل ساختار اقتصادی منحصر به فردی که در جامعه مدرن وجود داره که همه ما میدونیم ساختار سرمایه‌داریه، یکی از سیستم‌های جامعه مدرن قدرت بیشتری در پاسخگویی به این سوال داره، یعنی سیستم اقتصادی. سوشال مدیا به آدم‌ها میگه که یک نقشه گنجی وجود داره که دست منه، یعنی اون فردی که داره این قضیه رو اونجا ارائه میکنه و کاری که تو برای رسیدن به موفقیت باید انجام بدی، تنها کارش اینه که اون نقشه گنج رو پیدا کنی. موفقیت در دسترس همه است، اصلا چیزی پیچیده ای نیست، یه نقشه گنجی هم داره و خیلی سریع تو میتونی بهش برسی. آیا این که ما بتونیم به موفقیت سریع برسیم چیز بدیه؟ نه. آیا اگر یه همچین چیزی وجود داشته باشه نباید بریم سراغش؟ نه، اگه باشه بهش برسیم چقدر خوب. مسئله اینه که این کار نمی‌کنه. آمونیاک، پادکستی از گوشه پادکست.